ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 88. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. دزدی حاجی مخدوم. مخدوم یک درجه آدمی بی احتیاط بوده. با خواهش خصلت دهان بی فراویزی و پرتکیگوییش هر سخن را در هر کجا بی ابا و جسورانه می گفت. او با خواهش این خصلت خود واقعی در بین میرشب و خودش گذشته را در هر جا حکایه کرده آدمان را خندانده گشت. کم کم ساختکارانه خود را رعیه رسی نشان دادنش به گوش میرشب می رسد و او احمقانه فریب خوردن خود را می فهمد. میرشب که در اصل در حق مخدوم کینه‌ای سخت داشت، به بالای وی حقارت‌هایی از او در روزی دستگیر کردن شنیده‌اش زم شده و فریب خوردنش به بالای آن کینه‌ها سرباری گردیده سخت به غضب می آید و در پی بیرحمانه نقار گرفتن می افتد. مخدوم که این احوال را شنید دانست که این دفعه دستگیر شود از دست آن ظالم رهایی نخواهد یافت. بنابراین با مصلحت دوستانش از بخارا تماما گریخته می رود و چند سال در عربستان و هندوستان سرسریانه و با حالی تباه قشاقانه می گردد. در این میان جان میرزا قشبیگی که با تعبیر مملکت‌های متمدن سروزیر حساب می‌یافت وفات کرده، در جای او آستان قل دیوان بیگی قشبیگی شد. در خارجه گریزه گشتن مخدوم هم دیر کشیده، واقعه هایی که در بین او و میرشب واقع شده بودند کهنه گردیده قریب از خاطرها برآمدند. بنابراین خویشاوندان مخدوم به او خط نوشته معلوم کردند که با مردن قشبیگی پیشتره و بروی کار آمدن قشبیگی نو در بخارا عدالت جاری شد. اکنون نه میرشب، نه آدمان او و نه حکومتدارانی دیگر به اهالی زور و ظلم کرده نمی توانند، چون که قشبیگی نو عدالت پرور بوده راه نمی دهد که از مأموران حکومت به اهالی بیداد رسد. صاحبان مکتوب به همین طریقه خطی تشویقاتی به تفصیل نوشته از او طلب کردند که اکنون به وطنش برگردد، به او هیچ ضرر و زحمتی نخواهد رسید. مخدوم که در خارجه از بی‌بضاعتی در عذاب بود، با گرفتن این مکتوب زود برگشته آمد و در بخارا با عنوان حاجی مخدوم ضیافت خوری کرده گشت. با آمدن مخدوم به بخارا کینه های کهنه‌ای در دل داشته میرشب تازه شده به حرکت آمده باشند هم در حال به حاجی مخدوم هجوم کردن را مناسب نمیدید، چون که او را دوستانی کهنه‌اش و عموماً عامه مردم به صفت مخدومی پرتکیگوی حقگوی بودنش دوست می داشته باشند. ملاهای کلان و عموماً کلان شوندگان بخارا با صفت ملازاده و خصوصاً حاجی مخدوم شده آمدنش
حرمت می کردند. بنابراین به او به یگان سببی از طرف کلانان قبول شونده دست رساندن دشوار بود. مخدوم هم حرمت حاجگی خود را نگاه داشته به کوچه ها بسیار نمی برآمد، به بزم ها نمی رفت، با آلوفتگان هم رفت و آیی سبکانه نمی کرد. به همین حال تخمیناً 2 یا 3 ماه زندگانی کرده بود که باز به او با آدمان میرشد و میرشب روبرو شدن و جنگ و جدال کردن لازم آمد. این واقعه چنین روی داد که یکی از موسفیدان گذری که مخدوم هم در آنجا می نشست توی و بزم کرده است. مخدوم به مناسبت همگذری به توی او رفته باشد هم در قطار جوانان گذر در بزم اشتراک کردن را به حاجی مخدوم مناسب ندیده به بزم نرفته است. شبانه در بزم خانه جوانان گذر، مهمانان بیرونه و دایره خبران گم شدند. در عین گرمی بزم 4 نفر آدمان میرشب که شهر را گردش کرده گشته بوده اند به بزم خانه آمده در آمده اند و صاحبی توی را مجبور کرده اند که به آنها پولی شراب دهد و یکی از آنها به همان پول از دکانی لزری ارمنی که برای یگانی بخارا شراب فروختنش ممکن نبود عرق خریده آورده نوشیدند. آدمان میرشب بعد از آن که مست شدند بی ترتیبی سر کرده به جوانان گذر و به مهمانان گپ پرانی نموده جنگجویی کردن گرفتند. صاحبی توی پی برده است که آدمان میرشب میخواهند یک آشوب خیزانده چندی از جوانان گذر و مهمانان را دستگیر کرده به میرشب خانه برده پولی بسیاری رویانند. از کسی پول نروید به سربازی امیر یا به زندان فرستانند. صاحبی توی که یک آدمی بیچاره کفش دوز بوده دادش به جای نمی رسید و می دانست که همگذرش مخدوم پیش از حج رفتنش به میرشب غلبه کرده او را بی آبروی کرده بود و حالا که از حج حاجی مخدوم شده آمده آبرویش زیاده گردیده است دوان پیش او رفته از او یارمندی پرسیده است. اگر یاری ندهید تویم را ویران کرده کسی بسیاری را به حبس می گیرم. عجب نیست که منی موی سفید را هم و پسرم را هم که داماد شدنی است به حبس گیرند. در آن وقت به بالای بی آبرویی حولیم را فروشم هم خرج میرشب خانه را ادا کرده نمی توانم گفته است. با شنیدن این سخنها غیرت مخدوم به جوش آمده جامه حاجی مخدومیش را پوشیده همراه صاحبی توی به حولی او رفته دیده است که حقیقتاً آدمان میرشب طبلها، طبلکوبها و سیبندهاشان را در گوشه گذاشته خودهاشان مستی و بی ترتیبی کرده نشستند. مخدوم فکر کرده است که آنها را با سخنانی نرم یا با جنگ زبانی از آنجا برآورده فرستادن ممکن نیست. بنابراین یکی از سیبندهای آنها را به دست گرفته بی هیچ مقدمه و گپ زدن با قوتی که داشته است به سر آنها زدن گرفته است. آدمان میرشب با تأثیر ضربه های جانکاه قدری هوشیار شده فکر کرده اند که اگر به ضربه با ضربه جواب داده استادگری کنند عجب نیست که همه اهالی گذر و مهمانان به آنها هجوم آورده تلف نمایند. بنابراین صلاح کار خود را در گریختن دیده طبلها، طبلکوبها، سیبندها و شیشه های نیم خورده عرق را به جایشان گذاشته خود با سرهای کفیده و روحهای خونشار شده از حولی برآمده به در کندند. مخدوم بعد از گریخته رفتن آدمان میرشب طبلها، طبلکوبها
سیبندها و شیشه های عرق را به صفت حجتی بی ترتیبی آنها به جوانان گذر بردارانده برده در حولی خود در زیر ایوان گذاشته، جوانان را گسیل کرده خود به خانه‌اش در آمده خوابیده است. آدمان میرشب یک چند بخچه مال دزدی را شبانه از بالای بامی حولی مختوم گذرانده بروی حولی فراورده در تگ ایوان در پیش اسباب شبگردی خودهاشان طبل‌های و طبل‌کوب‌های و سیبندها گذاشته، شیشه های عرق را که یگانه حجتی بی ترتیبی خودهاشان بود گرفته بردند و در وقتی سحر گروهی کلان آدمان میرشب غیر از آنهایی که شب در بزم مجروح شده بودند با آدمان خوشبیگی آمده حولی مخدوم را احاطه کرده گرفتند و بعد از روز سفید شدن یک قسم آنها از بام به حولی فرآمده چیزهای دزدی را به دست آورده و حاجی مخدوم را هم از خواب بیدار کرده دستگیر نمودند. گویا آن شب حاجی مخدوم با دسته دزدان از یک جا آن مالها را تاراج کرده آورده ایستاده بوده است که به چند نفر آدمان میرشب راست آمده است. آنها که برای محافظت شهر از دزدان کوچه ها را گردش کرده گشته بوده اند، در دست همراهان حاجی مخدوم بخچه های مال را دیده در شبهه افتاده برای ادای وظیفه خود خواستند آنها را نگاه داشته پرسکاو کنند، اما مخدوم به فرمان آنها اطاعت نکرده به دسته خود فرموده است که آدمان میرشب را زده بیراق کنند. از بس که دزدان بسیار و آدمان میرشب کم بوده اند تا سرهاشان کفیدن استادگری کرده مقابلت نموده باشند هم در آخر مجبور شده اند که طبلها، طبلکوبها و سیبندها را پرتافته گریزند. با وجود این از پس کوچه و تنکوچه ها از پس دزدان پاییده رفته دیدند که آنها مالهای دزدی را با اسباب شبگردها در حولی حاجی مخدوم پنهان کرده خود پراکنده شده رفتند. مخدوم باشد در خانه خود در آمده خوابیده است. گویا واقعه این بوده است که به میرشب خبر دادند و میرشب برای دستگیر کردن حاجی مخدوم و مالهای دزدی فرمان داده بوده است. آدمان میرشب این حکایتی ساخته و بافته خود را که در ساختن آن اشتراک کردن میرشب بی شبهه است قصداً در پیش حولی حاجی مخدوم با شرح و علاوه های دیگر به مردم می گفتند تا که او را درستتر بی آبروی کنند. چند نفر آدمان میرشب چیزهای دزدی و اسباب شبگردان را برداشته به پهلوی حاجی مخدوم گذاشتند و دیگرانشان پس و پیش و راست و چپ دزد را احاطه کرده گرفتند تا که او نگریزد و با همین تنتنه نمایش مانند به طرف ریگستان رهسپار گردیدند. خرد و کلان و پیر و جوان گذری حاجی مخدوم و همسایه گذرها که چی بودنی حقیقتی واقعه را می دانستند از دنبال نمایشچیان روانه گردیدند تا که اگر موردش شود حقیقتی حال را به حاکمان گفته اظهار حق نمایند. حاجی مخدوم را به ریگستان برده به بالای ارگ برآوردند، اما اهالی از دنبال رفته را غیر از موی سفید کفش دوز که صاحب توی و بزم بود راه ندادند. شاید راه دادن آن موی سفید برای آن باشد که راه یافته او را هم به پای حاجی مخدوم پیچانند تا که از وی هم با دلخواه خود نقار گیرند. آدمان میرشب و خوشبیگی حاجی مخدوم را بالای ارگ برآورده به محکمه خوشبیگی در آورده از بیرون خانه در پیش آن دری که خوشبیگی در پیش آن در از درون می نشست شناندند.
میرشب هم در درون خانه در رو بروی خوشبیگی می نشست. خوشبیگی از آدمان خود و آدمان میرشب صورت حال را پرسید. یسوع‌الباشی میرشب واقعه را به طرزی که در بالا ذکر یافت بیان کرد. میرشب سخنان آدم خود را گویا بر سر آن واقعه شاهد باشد با سرجنبانی و با انا همین طبع گفتن تصدیق کردن گرفت. بعد از نقل یافتن واقعه از طرف آدم میرشب، خوشبیگی از حاجی مخدوم شما چی میگویید؟ گفته پرسید. حاجی مخدوم از جیب خود مکتوبی را برآورده ایستاده گفت: من از بی ترتیبی های بخارا، خصوصا از ظلم و ستم میرشد و آدمان او که به اهالی و از این جمله بر خودم میرفت، سرگریز شده به عربستان رفته بودم. در آنجا بعد از حج کردنم در مدینه منوره با آسودگی زندگی می کردم. اما این سال به من از بخارا درباره وفات جان میرزا خوشبیگی و به منصب وزارت نشستن جناب شما این مکتوب رفت. گویان حاجی مخدوم مکتوبی از جیبش برآورده را به خوشبیگی داد و دوام نمود. چون من در این مکتوب خواندم که با عدالت پروری شما از بخارا عرق نوشی ها، بی ترتیبی ها و بدکرداری های آدمانی میرشب برهم داده شده است، باز به وطنم آمدم. اما امشب واقعی روی داد که برخلاف آن چیزهایی است که در این مکتوب نوشته شده است. گویان حاجی مخدوم واقعی آن شب در حولی موسفید کفش دوز روی داده را تماما با راستی گفته داد. خوشبیگی آن مکتوب را با دقت خوانده برآمد. مندرجه آن مکتوب که سر تا پا آید به تعریف و توصیف او خوشبیگی بود به وی بسیار خوش آمد، چون که نویسندگان آن مکتوب برای آنکه حاجی مخدوم را به آمدن به بخارا تشویق کنند، شهر را به سبب عدالت این وزیر مانند جنت افسانوی آباد و آسوده کرده نشان داده بودند. در یک جای مکتوب عباره های زیرین نوشته شده بود: این وزیر بی نظیر بدکرداری های میرشب و آدمان او را تماما برهم داد و آنها را چنان سرپست کرد که به کسی چشم علا نموده نگاه کرده نمی توانند. مکتوب با یک قوه بلندی باور کنانندگی نوشته شده بود که خوشبیگی هم به کارهای نکرده خود قریب بود باور کند. حتی او در دل خود گذرانید که عجب نیست که کارهای عدالت پرورانه را کرده باشم و از سیرکاری فراموش نموده باشم. در هر حال این شرفی مفت را در نام خود نگاه داشتن در کار است. بنابراین به میرشب نگاه کرده: حیف به شما تخصبا. عملی میرشب گفت: شما به جای آن که فرمانهای جناب عالی و سپارشهای مرا به عمل آورده از شهر به ترتیبی ها را برهم دهید و در نوبت اول آدمان خودتان را سرشته کنید، شما آنها را مانندی گله گرگانی وحشی به سر اهالی سر داده ماندید. شما در حال نام آنها چی بود؟ خوشبیگی از سخن باز ایستاده لحظه خاموش ماند. بعد از آن خود به خود سخنان آخرینش را بر زبان رانده باز قدری خاموش ایستاد. شاید نامهایی در کاری را فکر کرده به یاد آورده نتوانسته باشد که به حاجی مخدوم نگاه کرده پرسید: نام آن گرگان وحشی که امشب آن همه بی ترتیبی ها را کردند چیست؟ کلانشان کلی قربان و 3 کسی دیگر نفران آن، گفت مخدوم در جواب خوشبیگی. کلی قربان، گفت خوشبیگی خود به خود. این نام را از زبان حاجی مخدوم گرفته و بعد از آن به میرشد نگاه کرده سخن خود را دوام داد: شما تخصبا در حال کلی قربان را با همراهان دیشبه‌اش دستگیر کرده به زندان فرستانید
تا آدمانتان را به ترتیب نه اندازید به پیش من نه آیید و به من روبرو نشوید. میرشب چنان سراسیمه شده بود که چیکار کردنش را نمیدانست. او این گپ‌هایی را که از خوشبیگی شنیده ایستاده بود گمان میکرد که خواب دیده ایستاده است، چون که این گونه معامله خوشبیگی به خودش فوق العاده بود. خوشبیگی فرمان خود را به طرز کوتاه تکرار کرد: زود خیزید، از پیش من دور شوید. خوشبیگی به حاجی مخدوم که به واسطه این مکتوب نامی نیکی او را تا عربستان و هندوستان پهن کرده است التفاتی مخصوص کردن خواسته از وی پرسید: شما حاجی مخدوم در عربستان باید زبان عرب را هم آموخته باشید. کمی آموختم. این طور باشد مرحمت کرده به پیش ما درآیید. ما یک مهمان عرب داریم که زبان او را نمیدانیم. شما ترجمانی کنید که با وی قدری صحبت کنید. حاجی مخدوم به خانه و پیش خوشبیگی درآمد. خوشبیگی او را در نزدیکتری خود شنانده به پیشش دسترخوان فرمود. حاجی مخدوم تا آمدن عرب در سر دسترخوان باز چیزی بسیاری را از کردارهای بدی میرشب و آدمان او به خوشبیگی نقل کرد. خوشبیگی خود را چنان نشان میداد که گویا این احوال را در عمر خود نخستین بار شنیده ایستاده است و ساختکارانه افسوس میخورد. این غلبه حاجی مخدوم به میرشب غلبه بسیار نمایان بود. دفعه اول پیش از گریزگیش اگر به وی ساختکارانه غلبه کرده باشد، این دفعه روی راست و با راستگویی غلبه کرده بود که این پایدار بود. بنابراین او خواست که از این غلبهش فایده برده میرشب را در پیش مردم رسوا کند و به همین مقصد در کوچه ها می گشت که او را در یگان جای سیر آدم راست آرد. این راستایی بسیار دیر نکشید و روزی در وقتی که حاجی مخدوم از طرف چارسو آمده به تحت طاق خواجه محمدی پران می فرامد، میرشب هم از طرف رسته سوزنگران و بازاری کار در حالتی که خود سواره بوده در جلوش قریب 50 نفر پیاده می دوید نمایان شد. پیش این پیادگان یسبالباشی میرشب تبرزین او را که در شکل ماهی 5 روزه بوده مثل ماه می درخشید و دستش نقره سوادکاری بود برابری سری سینه خود داشته و به احاری نمایش داده می آمد. تحت طاق خواجه محمدی پران جایی بود که در آنجا 7 کوچه به هم پیوسته، هر کدام آنها با رواق به زیر آن طاق می در آمدند. در طرف شمال و جنوب این طاق باز 2 طاق خرد به همین طاق کلان پیوند یافته بود که در طاق شمالی بازاری کتاب و در طاق جنوبی بازاری تیلپک تشکیل یافته بود و در سر هر کوچه‌ای که به این طاق کلان می پیوستند نیز مانند بازاری کورپه، بازاری ریسمان ارغمچین، بازاری چوب کدو، بازاری کفش و محسی و رسته صرافان بر این بازارهای سیرخرید و فروش واقع شده بودند. خواننده از همین تصویری مختصر خواهد فهمید که طاق خواجه محمدی پران با آینده و روندگانی 7 کوچه و با خریداران و فروشگارانی چندین بازار چقدر آدمی بسیار را در خود خون می کند. حاجی مخدوم در میان جای انا همین طاق سیر آدم استاده رسیده آمدن میرشب را نگران شد. همین که میرشب به نزدیکی او رسیده آمد، او با آوازی بلندی تنتنداری غاریبانه به او گفت: غول دینگا بر سری زین می نشینی خوکوار، این عجب گرگانی آدم خار در فرمانی توست، خوک را فرماندهی گرگان ندیده هیچ کس، این شرف
با خصلتی گرگانت شایانی توست. حاجی مخدوم بعد از خواندن 2 بیتی در بالا قید شده دیگر باره به میرشب خطاب کرده گفت: اوی غولدینگ، باز نتانستی. اگر باز هنری داشته باشی کار فرما که من نیز به جواب دادن و برای تو را باز هم رسواتر کردن تیار می باشم. با سر کردن حاجی مخدوم به بیتخانی، آینده و روندگان از راه باز ایستادن گرفتند و بازاریان اطراف طاق نیز دوان تازان به زیر طاق کلان آمده غون می شدند و از انبوه مردم گذرگاه بند شده بود. مردم در وقت بیتخانی حاجی مخدوم چی بودنی واقعه را خوب نفهمیده باشند هم از خطاب آخرین او روشن فهمیدند که نشانه این تیرهای جانکاه میرشب است و یک باره با آوازی بلند و قهقاه زنان خندیدن در آمدند. اما بعضی بازاریان نخندیده و از عاقبت این کار ترسیده هم پهلویان خندان خود را نیخته کرده: دمشین، احتیاط کن، دست این ظالم به گریبانی حاجی مخدوم نرسد هم اینجا غون شده ایستادگان را از یاد نخواهد برآورد و از من و تو بیرحمانه نخار خواهد گرفت می گفتند. بعد از این حادثه دیگر بار میرشب به حاجی مخدوم روبرو نیامد. او هرگاه که سواره به کوچه می برآمد یک آدمی خود را پیشتر می فرستاد که آن دور و پیش را از نظر گذرانده رفتن گیرد. اگر در آنجا حاجی مخدوم را بیند با اشارت خبر دهد تا که او اسبش را به یگان کوچه دیگر گردانده رود. میرشب در کوچه های کلان کم آدم هم اگر می دید که مخدوم از دور نمایان است اسبش را به یگان پس کوچه می گرداند و اگر پس کوچه مناسبی به نظرش ننماید اسبش را پس گردانده با راه آمدگیش می رفت. البته خوانندگان منتظری آنند که بفهمند میرشب بعد از فرمان قطعی قشبیگی با آدمان خود چی معامله کرد و آنها را چگونه جزا داد. با افسوس خبر دادن لازم است که میرشب در این باره هیچ کاری نکرد. در راه اجرا کردن فرمان قشبیگی به کلی قربان و همراهانش فرمود که چند روز در شهر به نظر مردم ننمایند یا در جای روی پنهان کرده نشینند یا اینکه به سیاحت صحرا روند. بعد از یگان ماه این حادثه از خاطر قشبیگی فراموش خواهد شد. میرشب بعد از یک روز آن حادثه با بهانه پیش قشبیگی آمد تا که بیند قشبیگی هنوز از او در غضب است یا از غضبش فرامده است. اما قشبیگی از او درباره اجرای فرمان خود چیزی نپرسید و حالان که او به میرشب دیروز بعد از فرمان دادنش به حبس کلی قربان و همراهانش گفته بود که تا آدمانتان را به ترتیب ناندازید پیشی من نآیید و به من روبرو نشوید. او در مدت 24 ساعت یا اسیرکاری این فرمان و این سخنان خود را فراموش کرده بود یا اینکه تکرار کردن آن فرمان و آن سخنان را که به ترتیب حکومتداران امیر خلل می رسانید لازم ندید. نتیجه ای به نظر نمایان غلبه حاجی مخدوم به میرشب همین شد که غیر از واقعه تحت طاق خواجه محمدی پران دیگر میرشب تا مردنش به نظر او ننمود و آدمانش در گذر حاجی مخدوم و در همسایه گذرهای او دیگر به ترتیبی نکردند. اما دیگر کردارهای بدی میرشب و آدمانش مانندی پیشتر دوام کردن گرفتند. شما گفتار 88 رو از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک
صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.